در سری مسابقات برنامه پنجشنبه شب. پیام بلکامه، بازیکن خوب به امیر پاس میده. پیام، بله این بازیکن پس رو برمیگردونه به امیر. امیر به وسط، امیر توالت میزنه، فؤاد میاد. بله آریو بود، ببخشید. بله بازی میکنیم. آقا شبیر، آریو پاس به عقب میده، بازی رو باز میکنه به سینا پورفرزانه. رامتین پاس میده به سینا دوباره. بله مسعود خروس میره و مثل همیشه جا میمونه. امید میده به ساسان. توپ برای سفید. پیام به امیر پاس میده. امیر بلینگهم، ندارم نه. امیر به بلینگهم. مسعود، بله دوباره. آفرین آریو، آفرین پسر. بله میده مسعود. آریو و فربود گورباچوف توپو میگیره. مربی تیم کاپیتان جناب کمالی. فربود گورباچوف، هر این بازیکن بوی گل میده، هر لحظه ممکنه به خوشی گل بزنه. مسعود توپو میگیره و فربود توپو میگیره. فربود توپو میگیره و جناب مسعود برگرد. برو مهدی. خب پیام میده به مسعود. آره ساسان بازه. کامرا میاد. امیر میگیره. محمد توپو لو میگیره به محمد. مسعود، آریو چی دیوی رو میزنه. بله رضا در درون دروازه است. پیام دستشو میگیره بالا، میگه پیام، میگه برو. مسعود میاد. امید صاحب توپه میده. شبیر پاس و سانتر بسیار عالی. وحید جان سریع باش دوست عزیز. وحید جان باریکلا پسر، بتونتر بیا. باریکلا. بله دوربین. محمد خطا نیست آقا، پاشو نه بندازه وسط میدون. خطا نبود آقا، خطا نبود. خطا نیست. اوت آقا، اوت. آقا جا من داورم. اوت بابا، اشبار آقا. لنگ در هوا بازی نکنی. فوتبال لنگ در زمین بازی کنی. بله فوتبال لنگ در هوا رو بازی میکنن. آریو میخواد که پاس رو بده به ساسان، میگه نه. ساسان میگه به من پاس بده. آریو کامان لیتس گو، بازی کن. کمالی
میشه با مسئول اوکی؟ یک هیچ. بله این بازی رو با گل اول از جناب امید مای فرند گلو میزنه و رامتین الان میخواد که یک تنه زور چپونی بکنه ولی نمیتونه. میاد زبر وحید در بیفته. وحید بازیکن کارکشته است خطه گتینو. امیر توپو وسط راه قطع میکنه. این بازیکن خسته مسعود عطر مورد علاقهش کلوین کلاین گوزنشانه. آریو یک، آریو دو، آریو سه، آریو چهار. لیتس گو بازی کن آقا، بازی کن. بله این سانت تخمی رو میکنه. پیام همه توپا رو باز پشتش. پیام نمیذاره که اچکار ببینه به شهنا. کمالی که کلش به توپ نخورد. امیر شهسواری بازیکن شغر از منطقه رودبار. این بازیکن اصلیتشون کشتیگیر هست. امید پاسو میندازه برای شبیر نمیتونه به تو برسه ولی از ارزش های این کم نمیکنه. اونجا امید دوباره توپو قطع میکنه. امیر میگه بده به من. دوباره به شبیر میندازه و به در کار. شبیر یار و این دو بازیکن هیچ کدوم توپو نمیزنن و کمالی رضای عزیز توپو میگیره. پیام میگه برو امیر چه پاسی میندازه که سینا با هد اول کلیر میکنه و توپ رو میزنه زیرش. آسون میکنه. بازیکن برگرد آقا، برگرد. فوتبال اشکال نداره. آریو با سرعت خودش چه کاری میکنه. خیلی بازی عالیه. ولی سفید پیام بازیکن کارکشته از منطقه کنتا استسویل ولی اصلیتشون از این بازیکن از پانکراس بوده. توپ‌های زیر زمینه رو میزنه. بازیکن شاکی ساسان پورفرزانه. بازیکن شاکی از برنج تجریش پاس میده به رامتین داداشای عزیزم، ملقب داداشای عزیزم به سینا مارتینلی میده. امیر کیو گرفتی؟ آقای امیر شما اگه دفاع نیستی آقای امیر کیو گرفتی؟ نیما رو گرفتی؟ دفاع چیکار میکنه اون بالا؟ بله پیام پاسو میده به امید. یا آقا بین نزدیک شو. بزن وای کنه پای عالیه. بزن بره. از اون فوروارد اینجا چرا میاد تو؟ بازی کن. درسته همینجا بود دیگه. اونم اونجا رفته اینجا میاد تو. اعتراض نکن به داوری کارت آبی بهت میدم. بله بالوتلی مارتینلی میندازه و آقا بنده بگه تایم اسپیس بده. شبیر کجا میری؟ شبیر برگرد. ماشاءالله مسعود خلاق کارهای آقا پیام. دفاع کسی نیست آقای پیام. توپ لو بره گله. داور نیست آقا.
رخص. بله امیر میگه برو میخوام شوت بزنم. آریو رو نگاه کن. آریو رو نگاه کن. نه بازی کن خوبه. آقا برگردون چرا زدی کمرت میشکست حالا مجبوری تو مگه برگردون بزنی. بچه عالیه عالیه. شبیر بیا جلوی یار واسه یار توپ بگیر پشت توپ نرو بیا جلوی یار. محمد بازیکن پاس عوض میکنه. مسعود خروس میپره تو پاش. باریکلا به سینا مارتینلی به محمد پاس به محمد خوشفکر. وحید داره بازیکن میسنجه رو سر پنجه حریف کار میکنه سر و گردن کار میکنه چه پاسکاری میکنه چه گلی. بله مسعود فپوراش فقط دیری میخوره از رامتین. عالی عالی بدی. دوباره عالی ساسان. آریو سری بزن آریو 10 دقیقه طول میدی زود باش. کل این ویدیو شد دادن سر آریو. شبیر سری سمکو سری عجب توپی رو گرفت. اولی شد رفتم تو گل بود. عالی. باریکلا مسعود خوبه. باریکلا مسعود نزنه شوت نزنه. آقا بازی کن گل نزن بازی کن. بدی چه شوتی زدی یا مسعود سریع عوض کن برو بیرون. تو نیمه خالیه. خودشه. نیمه خالیه. امیر جلوته امید کنارته. امیر سیچ کن. آفرین. پیام کنارته وحید بارته. آفرین. دیوار نکن برگرد 4 تا جلوی دیوار نکن. برگرد. یا بازی کن. سرزا پنج میزدیش سرزا اون همونو استوب کردی با جا نبود ها امیر
مسعود جای نره مسعود این توپ جا نداره بچه آپشن آفرین امیر خوب امیر آفرین مسعود رو خط وحیده نگاه کن رو خط وحیده خطا نزدم که بابا اینجا ساسان برو آقا بسا آفرین اوه گفتم توه نه میرم کن شوت کن فشار سه تا تیرک زدن اینو بازی برابره امروز آره بابا اکی شما بیشتر بازی کنید شما بابا اینا بد چیدن یاراشون رضا اینا بد چیدن تیمشون من اگه بودم میشه بازی می‌کردم کیو عوض می‌کردی با کی اینا امیر ناکو الان پشتش بازه شبیه بازه پشتش دوباره ناکو الان تو همه الان شبیه ناکو پشت اسپیسش با مهدی بازه تو امیر بعد دفاع شبیر بچسب مهدی شبیر ولش نکن نه ولی چی دفاع دوم تو کیه شبیه یه ذره جاش فکر کنم درست نیست نه خوب اونو کول کرده نه امیر همش بازه پشتش آفرین شبیه دو پاس اردو به صورت مران بارکالله امیر آها آفرین وقت داری شوت داری فکر کردم کیه تیم شما خیلی دیسورگانایز میده تیم آره بابا خیلی من دو دفعه می‌کنم شوت نزنه محکم بابا آفرین امیر خودت برو امیر گود جاب همین با دفاع مسعود خیلی بد دفاع میکنی مسعود خیلی بد دفاع میکنی لیت میری رو طرف نیما بعد چالنجر 50 نمیبری بعد ببری اونو چی جلو نیما نه بگیر یک جور بزنه که بزن زیرش آقا تیر دو همه بازن ها امیر
شبیر بچسب محمد، بچسب محمد. اوت اینجا اوت. شبیه حسابش کن یا بزن بره. نیما بازه بابا، نیما بازه. عبدالله مهدی گل نزن. با مسعود مثل مور نما بری اونور که. مسعود چپه. دو نفرن اون بر. آوانتاژ بدم بهت. خب بده خطا. آره خب تو هم به توپی دیگه. گفتم پاس بک بکنی. گفتم بهت پاس بک بده بازی کنی دیگه. 5 قدم. برو عقب. محمد قدم میخوای یا نمیخوای؟ خوبه؟ یه ضرب میتونی بزن. این آب مسعود رو بعد هم بجور لطفاً. 4 تا زدین. 4 تا تیراک زدین. 4 تا. یه دونه تو مورد زدن تو گل. بقیه زدن تو باسنتون. تیم شما خیلی دیسورگنایز بازی میکنه. اصلا ریده. زمین نگردار امید. بازه بغل. امیر بیا جلو دفاع. یار توپ بگیر. جلوش به توپ بگیر. جلو آریو باید تو توپ بگیری. جلو آریو میره پشت آریو. محمد بچسب محمد. آقا خیلی نزدیک بود کورنل. آقا خیلی نزدیک بود بهش. آقا خیلی نزدیک بود. بازی کن داور. بری تو امید. یواش. عالیه. آقا خیلی نزدیک بود بهش. خیلی بهش نزدیک بود. امیر برگرد. امیر خطای نیما.
آقا سر صدا نکن، بیا برو بمشو عقب. آقا تو اعصاب رضا نرو آریو. آقا رضا تموم شد، کال کردم. آروم آروم آروم، آرامش آرامش، خوبه آرامش. رضا آروم آروم، بازی اشکال نداره، بازی کن. منم مسعود بدو، مسعود چیکار میکنی؟ راه میری چرا تو مسعود؟ بودو بعدم خسته کن خودتو، همش راه میری. عرق کن. اینا 10 بار دیر اینجوری از رامتی خورد. مسعود بودوی نتیجه میگیری، اگه ندویده بودی نتیجه نمیگرفتی. با دست آرام تیندم، با دستشون میدم تو. آقا جان، آقای کمال جان، من گفتم این گل مفت میخوره. گفتم بدین گل مفت میخوره. چی بود گل خوره؟ این گل تو نگه داره. تیم الان تیم فربود برو جلو. فربود جلو همینجا. بله، ترکیب تارکیزی میکنن. فربود چوپولوفسکی میاد، آریو با اسکاری میکنه. واو چه پاسی میده آریو. خطا محمد. آره آقا من کجا میری تو؟ دفاع نداری، کجا میری؟ فربود پاشو زد دیگه، دستشو برده بالا، برو بزنی. ساسا یه قدم برو عقب‌تر. خوبه. محمدو بگیر آقای وحید. اونجا کیو گرفتی؟ محمدو بگیر آقا، محمدو بگیرین، کارشو تمامه. مسعود بچسب به محمد. نزنه هند امیر. آروم کن رابطی آروم برید بچه عقب نیفتید، برید جلو. مسعود فاصله بده، مگه دم دروازه است. برو عقب دیگه، چی لوس بازیاییه. شبیر بچسب به محمد. رابطی همونجا دفاع کن. فرمود باز همونجا.
شبیر برگرد کجا میرید دور بزنید شبیر میرید دور رو خمه میرید بچست رو محمد بچست رو محمد تو آقای امیر بچست به محمد باید بی بالاتر بچست رو محمد باید بچست به ساسان عالیه بچه عالیه آقا گل میزنیم بچست به محمد آقا یکی تو بچست به محمد شو کسخونی شما دفاع یا کی به تو میگه به کورنر بزن حالا یه دونه به تو هد انداخت دیگه تمامه دیگه تو نزدی تمامه دیگه تو آخر باز آقا یاری بزن سری برگرد آره دفاع برگرد خوبه بچه ها خوبه عالیه آقا 40 دقیقه دفته ها حواستون باشه پرشر عالیه برو امیر. دروازه خوبه فرمود برو تو بچست. برو تو آره رامتین تو 18 همه تو 18 چیه رامتین خوبه آقا کورنل آقا بذار داور بگه پیام جان من اینجا خب میدونم من اینجا یه کار دارم انجام میدم دیگه همینم انجام ندم میخوای همینم انجام ندم کجا میری شهسواد بوشت بازه کجا میری رامتین با امیر واسه برو رامتین برگردان رو مسعود بدو باریکلا بدو اشکال نداره ساسان اشکال نداره امید 20 تا با تیر زدیم آره 4 تا تیرک زدین خوبه آفرین مهدی عالیه مسعود باریکلا مسعود خوب رفتی ها باریکلا مسعود بدو بیشتر بدو مسعود باز شو هوایی نه بیا تو بگیر جلو تو بگیر بیا پشت رو خط تو بگیر بیا سینا آرومش کن شبیه برگرد نرو پشت برگرد بدو فش برگردین بدو این همتون آقا همشون راه میرین همه رو جمع شد گاییده رضا امشب خطای وحید خطرناک بازی کردی آریا خطرناک بود کارش جانمون بیا مهدی بره فقط بره شده
فربود بازو فربود بازو با فاصله میخوای؟ ماشاءالله ماشاءالله گل نمیزنی شما تو تیرنگ زدین بچه‌ها سرندی داد میزنن روی یه تیم ایوال بچه‌ها بکش جلو ساسان بکش جلو بچه‌ها جاتون عوض کنید نیما جاتون عوض کن شبیه بچسب نیما برو همینو برو منم ایوال فربود ایوال من که کاپیتان بودی اونا به من که کاپیتان بگو نیما منم پشتته تایم پشتته زاره وحید خدا وحید نه برو بازی کن خوب بازی میکنه ایوال برو فربودو ببین فربود پاس ایوال سفید صبح برنگه کسی نیست برنگه همینجا با آخرین یارش وایس بازیکن خشنه این بازی دو تا خطای بد کردی با کارت آبی جو میخوام جوابتو بدم اشکال نداره تلافی هفته پیشی خطا ساسان از پشت مسئول چارج کرد ما چه راحت قبول میکنیم خطا رو این همش اعتراض رو پاش ساس هدو بزن اومد کف پات بیام بازی کن برو وسط رو ببین وسط ایمالینا مسعود کله خراب رضا چه سیوایی مسعود کله خراب فربا کرد وحید بیا باش وحید امیر بلند شو بیا
بازی کن بازی کن نیمه پاس رو خط. گونه امیر پیام آقای پیام کجا میرید؟ وایسا با این همه عشق گل دارن اینا، من نمیدونم چه عشق گلی یعنی اینا. باریکلا واقعا توماله زدیم با اون دفاع کردنتون. یه نفر بود هی دورش میچرخین. یه نفره آفرین آقا خوب رفتی. امیر نظر خوب خریدی. دو گل دیگه بچه‌ها. آقای امین آقای پیام جمع بازی کنین. همش هم خط دارن بازی میکنن. فک یه فوتبالی چی بود؟ پاس فربود بود؟ آقا وارشو آرومش کن آفرین رضا وایسا بالا عالی بچه یه دونه میخوایم ما. ردش کن آریو رد کن پاس نده نزنه. اوکی ساب وایت ساب وحید شروط هوایی نرفت. من مونده بودم اصلا. تکنیک جدید این گلو به کی تقدیم میکنی؟ این گلو به کی؟ به خودت. فدات. آقا 10 دقیقه وقت داری. 2 تا گل میخوای همین. بوم جلو چه زدی ها. من از اون پای 5 بود اگه نمیزدی گل بود. اون دو جلو اینو که زدی اینجا. آره ولی خب اونم چیز کرد دیگه. نه بعد خوب اومدی. یعنی اگه یه لحظه دیر اومده بودی 100 ثانیه. من پام جالبه پای اصلا کار کرد. من گفتم امروز کنسل. اوه واو! وات؟ یه گل دو گل. شبیر عالی. ماشاءالله مسعود بچسب رابطین.
مسعود ماشاءالله بدون خط خط دیگه باریکلا بازیه درسته حسو برگرد حسو بدو نره ها راکتفون شده چی شده سرحال شده مسعود نمیدونی مسعود چرا توپ رو رفت ندویدی بدو بی تربیت وایساده نگاه میکنی توپ رو رفت خیلی راه میری مسعود رضا بدو تو بازیکن داری که رونده امیر اوه مای گاد بره جلو رامتین جلو منان بابا امیر خالی بود دیگه شبیر بیا آفرین شبیر وات پاس هم شبیر عالی بود شوت نزنه آقا مسعود کم دویدی مسعود بدو بیرون شبیر باریکلا شبیر چه پاسی دادی باریکلا شبیر مارتینلی نتونست که در مقابل حرکتش باریکلا آقا مسعود چه دریبایی میزنه باریکلا امشب با انرژی شوکو پیام کنار آقا پیام خط کنار کورنر پیام هیچ موقع اوورلپ نکن روی توپ هیچ موقع نه جا مونده بود مال خودته امیر کنار تو وای امیر کورنر رابطی امیر نرو امیر آرمش کن پاس آقا شوتش اوکی بود برو باز بود دیگه برگرد اوت آقا توپ راه نرین کسی خسته شده با محسو تعویض کنه کویک ساب بله چه پاسی میده باریکلا رامتین آقا با محسود سریع تاپ کنین دیگه محسود بخوام نیا محسود بره تو ساسو برسو باریکلا مای فرانس رامتین امیر کمکش کن امیر اینم صحنه هفته پیش نبود شباهت کار چیه آقای بیام کمک کن به بنده خدا کمکش کن والا برگردین آقای مسعود آقای چیتاگه تعویض نکردی شما جدال برنج تجریش با زعفران به جای برنج تجریش و زعفران رو داشتیم چه تجریشی بودا
نه دنبایی را کجا میاری؟ از مغازه خارجی ها بپوشن شهسوار نر آقا وایس عقب کمک این بنده خدا بکن. محسود 100% توپش لو میره نمیخواد بری جلو. آقای امیر کجا میری؟ نمیخواد بری آقا نمیخواد بری. این تو بوتیره تو اوته اینا. اوت محسود بدو بی تربیت. آقا خط آروم ریلکس آقا ریلکس باش. شبیر عقب‌تر. مسعود امیر بازه. کجا باز میدی تو؟ امیر رو بار جلوش بازه. بازی کن دیگه بازی کن. یه دقیقه بشه نمونه. مسعود ندو فشار نزد. بس آوانتاژ خوب بابا اینجا تجریج اومدی یا اونجا یعنی با هم دیگه برابر با زعفرانه. میزنمش رفته بود تو باقالی. آفرین برنج تجریش امیر. آفرین برنج تجریش. کمالی اومد بزنه که تو گل خودشون. امیر بزن تو سر تو بیا تو خودت شوت بزن. خودت بازی. نه بیا جلوتر از روی دور میزنی تو. لنسکیپ حتی لنسکیپینگ. ماشاءالله رامتین شودا داره برمیگرده رامتینا. 2 دقیقه آقا بازی کن. تایم داریم. یه دقیقه دیگه. 5 دقیقه کجاست؟ ببین ساعت داره دستم. با 5 دقیقه مسعود برگرد. مسعود برگرد. رضا چی کار میکنی رضا بگیر اینو. خسته نباشید تمام دوستداران.